داستان کسایی که رسیدن به سیم خاردارای دشمن، بعد اونجا قرعه کشی میکنن، میونه اسم نوجوان میاد، میگن که نه قابل قبول نیست، حیفه. دوباره قرعه کشی میکنن، دوباره اسم همون نوجوان میاد، بعد میگن که دوباره حیفه. یه پیرمرد اونجا میگه آقا خودش انتخاب کرده، بذارید بره بخوابه دیگه. بار سوم میکنن، میونه اسم اون نوجوان میاد، میگن دیگه خب خودش خواسته. بعد اون نوجوان تو لباساش نموده، لباساش، اسلحه و همه مهماتش رو تحویل میده به تدارکات گردانشون، میره رو سیم خاردار میخوام، بقیه رد میشن، این شهید میشه. بعد میونن پیرمرد، همه که رد شدن، پیرمرد ایستاده، میگن چرا رد نمیشه؟ میگه من پدر این پسرم و مادرش گفت فقط جسد بچه‌م برگردون. من چند تا سوال دارم. اولا میگه جنگ کارتونه که شما برید دم سیم خاردار دشمن عراقیان بشینن بگن آقا زودتر قرعه کشیده بکن، چند اومد، تنبلانه چیه مثلا جنگ؟ دو، سیم خاردار سانتریفوژ پیدو که تا کسی نشناخته، یه چیزی وجود داره به نام کلاشینکوف و سنده کلاشینکوف که سیمچین داره. آیا اینقدر احمقانه نیست که ما نمیدونیم سیم با سیمچین میشه سیمای خاردار رو برید؟ سه، این سیم خاردار طول یک پسر نوجوان، آقا 1.70 1.80 دیگه بیشتره. کریم عبدالجبار که نیستن همه بچه‌ها که قدشون 2.10 باشه که. آقا این آدم، شما نمیتونید همین وسایل پتو، لباس، هر چی رو بذارید روی این سیم خاردار، پا بذارید روش بپرید؟ چقدر طول این سیم خارداره که شما نفر روش میخوابه، نمیتونید پتو بندازین، پله بذارید رد شید. بعد اصلا این بچه رفت خوابید، لباسش که تحویل میده و تدارکات تحویل میده، اون نفر دومی که لباس میگیره با این حجم لباس و دو تا اسلحه و جیب خاشاب و نمیدونم هر چی که این پسر بچه داره، پوتین و اینا، میره تو عملیات شرکت میکنه یا مجبور برگرده عقب. یعنی اینجا هم یه نفر به خاطر لباس از دست دادید، ما برید انسان ارزش قائل نبودیم، بره لباس ارزش قائل بودیم. از اون بدتر، آیا سیم خاردار نوکش اقده بیشتره؟ اصلا فاز سیم خاردار بخوابه لخت، این که بره تو بدنش کی میگه قطار از روش رد میشه، قلتک از روش رد میشه که این بچه باید پرس بشه به شهید بشه؟ کی گفته؟ حالا اصلا مهمتر، آیا تو این گردان این پدر و پسر اصلا تو این مدت با هم حرف نزدن که کسی بدون اینا پدر و پسرن؟ و از اون بدتر، پدری که اینقدر شجاعت داره که بذاره بچه شهید شه، چرا خودش نمیره رو سیم خاردار بخوابه؟ چرا بچه بدبخت نمیپرسه؟ اینا یه داستانای احمقانه‌ایه که گفته میشه به تمام این شجاعت‌ها، تمام این بزرگی‌ها رو میرسونه به اینکه فقط یه عده گریه بکنه. خب گذشته‌ها بنا تو جلسات گریه، فکر با گریه کردن میتونه مشکل حل کنه. من اینا برای چی میگم؟ خیلی از این چیزا اقراها، مثلا